میگه همراه مردم چنان رفتار بکن که تو دوست داری آنها بر امروی تو رفتار بکنند. با مردم چنان معامله بکن که تو دوست داری آنها با تو معامله بکنند. پیغمبر علیه السلام در رابطه با اون شخص میفرماید که این شخص بدترین شخص از قبیله و قوم خود است و سپس برش اجازه داده شد. و وقتی که آمد در بغل و در پهلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست، رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار با نرمی رفتار کرد. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، گفت پیش از اینکه این شخص بیاید در پهلوی تو بنشیند تو چنان و چنان گفتی در رابطه با او و باز ما دیدیم که تو همراهش با خوبی رفتار کردی. از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود برش، یا عایشه، گفت ما با اخلاق خود همراه مردم رفتار میکنیم، نه با اخلاق از اونها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بینندگان عزیز، شاگردان عزیز، اولتر از همه تحفه سرور کائنات، فخر موجودات جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم که به لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استقدیم شما عزیزان می نمایم. و ثانیا ما امروز می خواهم در مورد آن چیز صحبت نمایم که سبب رضایت الله جل جلاله می شود و سبب رضایت پیامبر علیه السلام می شود و سبب رضایت مردم می شود که همانا در رابطه با اخلاق هست. اول میاییم سر تعریف اخلاق، چون که ما در مکتب و در کورس اگر کدام کتابی را میخوانیم یک تعریف کوتاه می داشته باشد استاد از اون، و حالا من هم که از این موضوع من که شما یک چیزی را برداشت نمایید و به درستی درک بکنید موضوع من را، باید یک تعریف کوتاه و مختصر من داشته باشم در رابطه با اخلاق. حضرت عبدالله ابن المبارک رحمه الله می فرماید که اخلاق و یا خوش اخلاقی سه چیز است. چند چیز است؟ سه چیز است. اول نیکی کردن با دیگران، دوم آزار و اذیت نرساندن به مردم، سوم با پیشانی باز با مردم صحبت کردن و یا گپ زدن. میگه همراه مردم چنان رفتار بکن که تو دوست داری آنها بر امروی تو رفتار بکنند. با مردم چنان معامله بکن که تو دوست داری آنها با تو معامله بکنند. با مردم چنان بنشین که تو دوست داری آنها با تو بنشینند. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می فرماید که یک مرد آمد دروازه را تک تک کرد تا بیاید پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، و پیش از اینکه اجازه ورود و اجازه داخل شدن به خانه بر از او داده شود، پیغمبر علیه السلام در رابطه با اون شخص می فرماید که این شخص بدترین شخص از قبیله و قوم خود است و سپس برش اجازه داده شد. و وقتی که آمد در بغل و در پهلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست، رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار با نرمی رفتار کرد، بسیار با خوش اخلاقی همراهش چی کرد؟ رفتار کرد، همراهش رویه کرد و سپس رفت و شخص بلند شد و رفت. و وقتی که رفت، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، گفت پیش از اینکه این شخص بیاید در پهلوی تو بنشیند تو چنان و چنان گفتی در رابطه با او. و باز ما دیدیم که تو همراهش با خوبی رفتار کردی، همراهش با نرمی رفتار کردی. حضرت
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود برش یا عایشه، گفت ما با اخلاق خود همراه مردم رفتار میکنیم، نه با اخلاق از اونها. یعنی وقتی که من و شما یک انسانی را میبینیم بد اخلاق میباشد، اخلاق نمیداشته باشد، باید من و شما هم با همراهش با اخلاق خود رفتار بکنیم، نه با اخلاق از او. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید میگه بدترین شخص در نزد الله جل جلاله در روز قیامت از مرتبه و مقام کسی است که او دیگر انسانها رها بکند، از این خاطر که شرش به اون نرسد. باید من و شما مثل بندگان عباد الرحمن باشیم. بندگان عباد الرحمن کی ها هستند؟ و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. بندگان رحمان کسانی هستند که در روی زمین با نرمی راه می روند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و وقتی که یک جاهل را می بینند بر از او میگه سلاما، بر از او یا بر سلام خداحافظی میکند و می رود، یا بر از او یک سخنی را میگوید که او ناراض نشود. و حالا من یک سه فضیلت اخلاق را برای شما بیان می نمایم و سپس سخنان خود را به پایان می رسانم. اولین فضیلت اخلاق این هست که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می فرماید که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم مؤمن به اخلاق نیکش به مرتبه و مقام کسانی می رسد که شبها را عبادت می کند و روزها را روزه می گیرد. یعنی اون انسانی که اخلاق نیک می داشته باشد الله جل جلاله او را به مرتبه می رساند که شبها بسته شب نماز می خواند و روزها را تمام روز روزه می گیرد. دومین فضیلت اخلاق، حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه می فرماید که میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم هیچ چیزی در روز قیامت در ترازوی اعمال سنگین‌تر از خوش اخلاقی نیست. یعنی او انسانی که میخواهد ترازوی اعمال از او در روز قیامت سنگین شود و در وزندار شود باید چی داشته باشد؟ اخلاق نیک داشته باشد. و سومین فضیلت خوش اخلاقی این هست که حضرت جابر رضی الله تعالی عنه می فرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود محبوب ترین شما و نزدیک ترین شما از نزد مرتبه و مقام در روز قیامت به من کسی است که خوش اخلاق باشد، یعنی اخلاق زیبا داشته باشد. پس اگر من و شما میخواهیم در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت باشیم باید خوش اخلاق باشیم. و یک مقوله پشتوست که میگه خ اخلاق هر ماتوی بد اخلاق سر ماتوی. پس اگر من و شما میخواهیم که در نزد الله جل جلاله محبوب شویم، رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما راضی شود، مردم ما را دوست داشته باشد، باید خوش اخلاق باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.